مشترک و این هویت یگانه رو پیدا کنیم. مرزهای ما مشخص است. مرزهای ما نوروز است، مهرگان است و سده است. مرزهای ما گلستان و بوستان و شاهنامه و مثنوی است. در کوچه کوچه بخارا و بوی جوی موریان و سمرقند و خجاند و کولاب و هرات و بلخ و تهران و شیراز. این ریشه های مشترک و این فرهنگ بزرگ ما رو به هم پیوند داده. اصلا ما چیزی برای جدایی نمیبینیم که بگوییم چه چیز ما رو پیوند میده. یکی هستیم. لایق شیرالی بزرگ میگوید تاجیک و ایرانی و افغان چرا ما در این دنیا که از یک مادریم و باید چنین گفت زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است. درشتم هر که میخواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو تاجیکی، یکی گفتا تو ایرانی، جدا از اصل خود میگرد کسی ما را جدا کرده است. آن که ما را از ما جدا کرده است از اصل خود میگرد. این نوروز جاودان است تا یک جوانه باقی است، تا زمانی که پرچم ایرانی میله گل سرخ در بلخ به اهتزاز در میآید، پرچم ایران شهری، تا زمانی که شاهنامه و تخت رستم در جای جای این کهن بوم جریان دارد، هویت مشترک و تبار مشترک ما در هم پیوسته است. و فردوسی بزرگترین عمود است، بزرگترین محور پیوند است برای ما، چرا که او بود هویت ما رو با تمام وجود و زبان پارسی رو نگهداری کرد. زبان تاجیک، من میگم هیچ تفاوتی نداره، تاجیک همون فارس و همون ایرانی است و ایرانی همان تاجیک است. زبان پارسی و تاجیک ما را او بود که بر بلندانشان و ماندگاری و پاسبانی کرد و باید بگوییم برافراز سر ای ابر مرد توس، جهانی تو را آمده پایبوس. بگو ای سرافراز نیکو نژاد، چو ایران نباشد تن من مباد. چو ای مهر تابنده سرمدی، گرامی ترین گوهر ایزدی. ز جا خیز و عزمی دگرباره کن، غم کار ما خفتگان چاره کن. جایگاهی که فردوسی در فرهنگ و هویت مشترک ما داره هیچ شخصیتی نداره. همه بزرگان سعدی، حافظ، مولانا ویژه‌اند، عطار ویژه است، نظامی ویژه است، اما فردوسی دیگر است، چرا که بنیان است. اگر فردوسی نمی بود زبان پارسی و زبان تاجیک نمی بود، شاید دیگر حافظ و سعدی و مولانا هم نداشتیم. بدین رویه که ما باید این نشانه ایران شاهنامه رو شما ببینید. در شاهنامه مرزهای ایران کجاست؟ کولاب، پنجشیر، خجند، سمرقند، بخارای، اونجا ما میفهمیم. ما مرزهامون رو در ایران شاهنامه رو در مرزهای جغرافیای فرهنگی میبینیم و میسنجیم و به همین خاطر از گفته نجیب بارور شاعر همگرای بزرگ من میگویم که از خراسانم اصیلاً تاجیکستانی استم، شهروند مشهد و شیراز ایرانی استم. رستم و سهراب و فردوسی منم، کاخ بلند رودکیم، جامیم اشعار خاقانی استم. خانه ام تقسیم در جغرافیای پارسی، کابل و کولاب و تهرانم، خراسانی استم. اصل ما این است. از بخارایم اصیلاً تاجیکستانی هستند. این نگاه و این جایگاه برای ما مشخص است. در سمرقند و خجند و بخش و چاچ ریشه فرهنگ اجداد درخشان تو است. ریشه فرهنگ اجداد درخشان ما در همه جاست. من در کوچه های خجند بو میکشیدم، بوی نیاکانی رو میرفتم. در سمرقند و بخارا روی جوی موریان رو با تمام وجود احساس میکردم. در هرات احساس میکنم و شما هم حتما این احساس رو در طوس ما دارید. من خوشاوند میگویم به همه شما گرامیان که امروز به زادگاه پدر حماسه‌های ایران زمین و زبان فارسی آمدید و زادگاه خودتون و دیار خودتون طوس خاستگاه هر ایرانی تبار و هر تاجیک تباری است که ریشه و پیوند خودش رو از اون داره و شاهنامه بزرگترین پیوند ماست، بزرگترین حلقه پیوند ما، چرا که همه گونه‌های آموزه‌ها، باورهای ایرانی و تاجیکی رو در خودش نهفته داره، در خودش داره.
آموزه های ما، باورهای ما، آیین های ما، اگر امروز آیین های ما رسم گل دادن در همه جا رفته، این نخستین بار در شاهنامه و در آموزه های ما آمده است. اگر در تمام جهان حلقه ازدواج رفته و حلقه پیوند گرفته، از حلقه پیوند فرهنگ ما آمده و از شاهنامه رفته در جای دیگر. اگر آیین های عروسی در بعضی جاها گلازین کردن به واقع خودروی عروس و داماد آمده، از شاهنامه گرفته شده و در تمام دنیا رفته. اگر لباس عروسی آمده از اونجاست، اگر رونمایی دادن بوده از شاهنامه است. این است که شاهنامه میتوانیم بگوییم هویت ما رو و ما رو پیوند میده و نگذاشت فراموش بشه آن همه عظمت، آن همه شکوه رو برای ما مشخص کرد. همه هم‌وغم فردوسی همون ایران بزرگ بود و همیشه از خدا میخواست که اون رو یاری بده تا بتواند ایران رو و ایران بزرگ رو منظوره حفظ بکنه که دادار گیهان مرا یاور است، که از دانش برتران برتر است، به نیروی آن پادشاه بزرگ من ایران نگهدارم از چنگ گرگ. 1700 بار نام ایران ایرانی در شاهنامه آمده است و هیچ نیرویی و هیچ کتابی بالاتر از شاهنامه نتوانسته است این ایران بزرگ رو و این مرزها و این جغرافیای بی‌بدیل رو برای ما مشخص بکند و برای ما فریاد بکنه که آنچه کوروش کرد و دارا و آنچه زرتشت مهین، زنده گشت از همت فردوسی سحرآفرین، تازه گشت از طبع حکمتزای فردوسی به در. آنچه کردندن بزرگان در جهان از داد و دین، شد درفش کاویانی باز بر پا تا کشید. این سوار پارسی رخش فصاحت زیر زین، پس برون آمد ز پاژ توس برنا شاعری، هم خردمندی حکیم و هم سخن سنجی وزین. معجز شاهنامه از تاتار دهقان مرد ساخت، وزنه صحرانشینان کرد چنگ رامتین. با درون مرد ایرانی نگر تا چون کند، این مقامیمه که با بیگانگان کردین چنین. درسته که شاهنامه کتابی است که هویت تبار ما رو نگه داشته، اما بزرگتر از اون یک حماسه جهانی است. هیچ حماسه‌ای به اندازه شاهنامه، هیچ حماسه‌ای، نه ایلیاد، نه بهاواراتان، نه لیان شامپو، به اندازه شاهنامه گنجینه‌های اخلاق نبوده، گنجینه مهر و صلح نبوده، حماسه صلح بوده است. ببینید این سخن حکیم رو که در اون زمان فریاد میزنه مرا آشتی بهتر آید که جنگ، نباید گرفتن بدین کارتنگ. جایی دیگه میگه هم از آشتی کام مردم رواست، که نابود باد هر که او جنگ خواست. مسازید جنگ و مریزید خون، نباشید کس را به بد رهنمون. وگر جنگ جوید کسی با سپاه، دل کینه‌دارش نیاید برا. ز خون ریختن سر بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید. نه مردی بود چی را شوفتن، به زیر اندر آورده را کوفتن. مردم داری، صلح، مدارا، مهرورزی برای این پدر بزرگ فرهنگ و تبار ما اصل بوده است. ببینید این اشعار رو که میخونم و پایان میدم سخنان خودم رو، نمیخوام شما رو اینجا خیلی نگه دارم. به اینها دقت کنید که چه جایگاهی برای بانوان مطرح و در نظر بوده و به این ابیات به مردمداری و ابتدا مردمداری رو میخونم، بعدم بحث بانوان رو میخونم. مردمداری فردوسی: به گیتی به از مردمی کار نیست، بدین با تو دانش به پیکار نیست. همه مردمی باید راستی، نباید بدادن در اون کاستی. بیازاری و مردمی بهتر است، تو را کردگار جهان یاور است. به جز داد و نیکی مکن در جهان، پناه کهان باش و فر مهان. هوان بندگان را مداریم خوار، که هستند هم بنده کردگار. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. کنون گوش دل سوی درویش دار، غم کار او چون غم پیش دار. من در پایان برای اینکه هم نگاه فردوسی رو به بانوان ببینید و همین اشعار رو تقدیم میکنم به بانوانی که در جمع ما هستند و فردوسی یک جا از همسر مهربانش یاد میکنه در ابتدای داستان بیژن و منیژه. و من گفتم در تمام شاهکارهای ادبی جهان رو بگردید، اگر نمونه‌ای برای توصیف بانوان و ستایش بانوان کسی پیدا کرد به من بگوید شکسپیر این گونه گفته است، بگوید لویی آراگون این رو گفته، هومر این رو گفته، تاگور این رو گفته، من میپذیرم. در هیچ جای جهان ابیاتی چنین در ستایش بانوان این نشون دهنده اون فرهنگ بزرگه. و فردوسی در گفتگویی که با همسرش داد در ابتدای بیژن و منیژه که خوابش نمیبره و همسرش میپرسه چرا نمیخوابی، ببینید چه واژه‌ها و صفت‌ها و ترکیبایی برای همسرش استفاده میکنه. بدن تنگی اندر بجستم ز جای،
یکی مهربان بودم من در سرای، مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب. برفت آن بت مهربانم ز باغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ. می آورد و نار و ترنج و بهی، ز دوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گویی که هاروت نیرنگ ساخت. مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که با جام گشتیم جفت. به پیمای می تا یکی داستان، برت خوانم از گفته باستان. بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی. مرا گفت از من سخن بشنوی. همسرش به فردوسی میگه نه، من تعیین میکنم تو چه داستانی رو به. مرا گفت از من سخن بشنوی، به شعرایی از دفتر پهلوی. بگفتم بیار ای مه خوب چه، بخوان داستان و بیفزای مهر. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. این تقدیم بود به بانوان جمع و من دوباره خوش آمد میگم به شما. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که خوش بگذره در زادگاه خاستگاه حماسه‌های ایران زمین. درود بی‌کران.